دیگه حالا ترسیده شدم، وای نمیسم موتور بیاد سمتم. موهاتو خیلی شلوغ شده، چهره‌تو نمیبینیم. یک طرف موهاتو بده پشت گوشت، یک طرفو، نه یک طرفو بده، یک طرفو برید جلو. اونو به خودم ربطی داره، اونو خودتو مسخره کن، نمیخواد. تو خودت مو نداری، کچلی، دندونات عملیه، هزار با ایراد داری، بعد از من ایراد میگیری. اصول با هلنم احمق، از من ایراد میگیری. میگه آبکش به اصلا میگه برو نو سوراخی، آبکش به اصلا میگه برو نو سوراخی. تو خودت 100 تا سوراخ داری، از من گیر میدی که گوشم بزرگه. اوی احمق، میگم که تو خودت موهات اول که کچل، دوم که دندونات عملیه، 62 سال سنته، بعد تو به من گیر میدی آریان که گوشاتو نشون بده. با هلنم احمق زرافه با من بودش خان بخوره احمق. من با هلنم. خفه شو دیگه. گوه انتر با هلن بود. با هلن بود. دهن گشادشو باز میکنه، درخت میخواست بره تو دهنش. خب اوکی سعید، شما یه جا میشه بشینی عشقم؟ بذار بشینم بابا، این موتوری مثل دیشب سرم نیار، بذار یه جا اینا برن. بچه‌ها ببینید، پس خود سعیده یه جاش میخاره. من به هلن دارم میگم یه طرف موهاتو بده اونور، این داره گوخوری میکنه. همون لحظه میگفتی من به اونم، چرا همینطوری میگی گوشتو موهاتو بزن پشت گوشه؟ هلن من با کی بودم؟ هلن من چی گفتم؟ بگو جا موقعی که بلند شدی متوجه همون لحظه میگفتی من با اونم، همون لحظه میگفتی من با هلنم، با تو نیستم. گفتم خفه شو، گفتم هلن جان موهاتو بده اینور، پس ببند دهن گوتو دیگه احمق. بچه‌ها آریان ملک سعید، من میخوام فردا لیدا و سعیده من نمیام. من با سعیده تو بهشتم نمیرم، جدا دعوت کن. من با این بدذات جایی نمیرم همزمان. تو قلبت سیاهه، تو قلبت تاریکه، هیچ کس مثل من نیست بابا. اسکل الان ریدی به خودت. من دارم به هلن حرف میزنم، تو میگی دندونات فلانه. خفه شو دیگه، بی شخصیت خیابونی، خفه شو. سعید با شما نبودش هم غذا تو بخور. عشق همین دوتا رو جدا دعوت کن، چون اینا دوتا ملکه هستن تو یه شهر با هم نمیسازنش. هلن جون بهت ثابت شد دارم با تو حرف میزنم چقدر به من فوش داد. من گفتم هلن جان ببین بلند شد آبجی. خب وقتی بلند شد گفت موتور اون استرس دیشب رو داشت، خب شما گفتی ولی سعید جون متوجه نشد. متوجه شد همشون باید ببنده. بعد میگه با همون لحظه میگفتی همون لحظه میگفتی با تو نیستم، نمیذاشتی من دیگه صحبت کنم. 10 بار گفتم اینقدر تون گو میخوری زر میزنی نمیشنوی. 20 بار داد زدم، گفتم با هلنم دهن گشادتو باز کردی زر میزنی. خیلی بی شخصیتی. خب هلن جون داشتیم از زندگی لجنزار و مرگبار سعیده بهت میگفتم. آره واقعا. او که شیرازی هستش، 7 سال تو مشهد فرار کرده از شیراز اومده مشهد، 5 سال اومده از مشهد، چون اونجا دیگه آبرو برای هیچکی نذاشته بود، نه برای خانواده‌اش نه برای شهرشون. اومد مشهد، اینجام که هم دور حرم و تو همین بازار مازاراست دیگه. بعد زن داشته، طلاق گرفته، یه شایعه‌ای بوده که 2 تا بچه داره، نگاره و نادیا و نمیدونم این چیزا، نمیدونم. گفتم اگه سوالی داری اکبر سهراب چیزی ذهنتو درگیر کرده ازش بپرس کوتاه. آبجید من یه چیزی میخوام بگم، ببخشید خیلی سواله. یه ترنس حالا ما میگیم بنا به شرایطی میتونه با یه خانم ازدواج کنه، حالا مثلا فامیلی بوده یا خیلی خانواده فشار میارن، ولی یه ترنس مثلا مثل من اصلا هیچ حسی ندارم، مثلا هیچ حس مردی ندارم. چطوری یه ترنس میتونه مثلا آبجی هدن منم ندارم. من روز اول دخترم من بود. الان میگه بچه داری، 2 تا بچه. بابا بذار بگم، من 6 ماه کلا دخترم من بود، 6 ماه تو خونم بود. اصلا دختر اومده تو خونه من، دخترم از یعنی تو 6 ماه یک بارم من نتونستم رابطه برقرار کنم. 6 ماهی هم که مونده بود، 6 ماهی هم که مونده بود
6 ماهی هم که مونده بود رفتیم فقط هر 6 ماه روانپزشک، روانکاو، فوق تخصص فقط این بر اون بر بودیم تو دکترا و مطبا و اینا، آزمایشگاه ها و اینا. یعنی در واقع خاک مادرم یک شب کنار هم نخوابیدیم. یعنی اون موقع که خواست طلاق بگیره تو طلاقنامش ذکر شده ایشون دوشیزه فلانی اومده تو خونه من زندگی کرده 6 ماه، بعد از 6 ماه دوشیزه از خونه ایشون رفته بیرون. موقعی هم که فوت کرد رو اعلامیه‌اش زدن دوشیزه، رو قبرش زدن دوشیزه، رو نامه پزشک قانونی هم که تصادف کرده بود نوشته بودن که دوشیزه. و خدا رو شکر که همه میدونن من یک بارم نتونستم، خود دخترم میدونست که من نمیتونم که رابطه برقرار کنم، بهش گفته بودم. بعد دیگه گفت من با نقشه اومدم تو زندگی تو بردم و 3 ماه بعدم اون تصادف کرد مرد و حالا دیگه هرچی بوده تموم شده رفته. من از مرسی آریان. من میخوام لیدام از خودش بگه. من لیدا رو من بهت میگم عشقم. لیدام مثل ایشون لیدام مثل ایشون زن طلاقیه ولی مهاجرت نکرده توی شهر دیگه، تو شهر خودش مونده، خیلی محکمه و ایشون زنشون رو 4 سال طلاق دادن، داماد دارن، دختر دارن، پسر دارن، با نوه عزیزشون هم کلاس دومه. Oh my god. آره کلاس دومه. لطف کنی قیلون هم بذاری کنار دیگه، داریم در مورد تو صحبت میکنیم. لیدا جمعش کن دیگه. آریان جو عشقم، من قیلونه که چاق کردم می‌خواستم خودم لایو بذارم، میدونستم با قیلون مخالفی. بعد نزدیک 2 هفته قیلون نکشیدم، کسی هم نبوده تو جمع بیام قیلون بشین دیگه، دلم حسابی گرفته بود عشقم. موقع صحبت کنم میبندم. باشه عشقم. بعد آریان جو مرسی که به جای منم جواب میدینا، من دیگه راحتم. مرسی. دوتاییشون این لیدا و سعیده که ملکه‌های مشهد هستن، دوتاییشون وضعیتشون تو یک رتبه هستن. فقط سعیده بچه نداره و زنش فوت کرده ولی خانم لیدا هنوز در حیات هستن و فقط جدا شدن 4 ساله و خود لیدا اعتقاد داره که 4 سالشه چون تولد 4 سالگیشو گرفته. یه روحیه بچگونه داره، درون کودکی درونش خیلی فعاله، خیلی شاده و 49 سالشه ولی بهش همه میگن 27 سالشه. شغلش هم ماشاءالله ماشاءالله. شغل الان هم که آریان جون جان ببین من عذرخواهی میکنم خب، چون سعیده جون و لیدا میگن که جدا جدا ما رو دعوت کن. خب من الان فردا شب میخوام مثلا یکیشون بیاد پیشم. حالا من دوست ندارم مثلا اگه سعیده بیاد لیدا شاید ناراحت بشه، اگه لیدا بیاد با سعیده فردا شب لیدا رو دعوت کن. من یکم رویم بهتر بشه، من هنوز حالم خوب نیست. امروز 2 بار سرم بس کردم، فشارم افتاده. البته دیروزم قبل از اینکه این اتفاق برام پیش بیاد دارم هورمون تراپی میکنم، فشارم افتاده بود، رفتم سرم بس کردم. شایدم برای این نباشه که دیشب چاقو بهم زدن، ولی دیروزم سرم زده بودم کلا، امروزم زدم. بذار من یکم بهتر بشم، اونو دعوت کن بعد من اوکی‌ام. اوکی عزیزم باشه. لیدا جون تو فردا مهمون منی دیگه، دایرکتت میام. آره اگرم که حالا هر چقدرم که سعیده حالش خوب بود ولی بازم احترام میگه که اول باید لیدا ملکه رو دعوت کنی چون قدیمی تره بیشتر. آره بعد سعیده جونم کوچیک‌تره بعد از ملکه. آره خب من به خاطر همین ازت پرسیدم چون باز خودت بهتر سلام میدونی آبجی. آره عزیزم من اینا رو خوب میدونم. اول ملکه رو دعوت کن چون اولی که بزرگتره هم قدیمی‌تره، 5 ساله برای ما داره لایو میذاره، خدا خیرش بده. چیزم اینه فراری هم که تازه دیگه به ما ملحق شد. ولی اون چیزی که هلن جون گفت واقعا من 6 ماه با دختر عمم توی خونه زندگی کردم. 6 ماه برام 60 سال گذشت با اینکه هیچ همبستری نشدیم حتی یک بار، چون که اون که ترنس باشه نمیتونه اصلا در هیچ صورت نمیتونه با هیچ زنی همبستر بشه.
در هیچ صورت. آفرین. حاضر اونو بکشن، حاضر سرشو ببرن، ولی حاضر نیست 1 ساعت کنار اون زن بخوابه. خب بچه‌ها، سعید جون دقیقاً برای دختردایی میخواستم برم. خب بعد من این موضوع رو با مامانم در میون گذاشتم و در حد مرگ زدم و میخواستن شبش کلا قتل عام کنن که خواهرم منو فراری داد. دقیقاً این سرنوشت رو من کشیدم. من مامانم از جریانم خبر داشت و روزی هم که میخواستم برم حتی بهمم گوش زد کرد، گفت این خانواده به درد تو نمیخورن. من 1 عمر تو دست بابات زج کشیدم، بابات ظالم بوده، بد بوده، با من بد تا کرده، تو نرو دختر خواهرشو بگیر که میدونی مریضی، این ناتوانی جنسی داری یا این طوری هستی. گفت اینا آدم میکشن. من گفتم من باهاش صحبت میکنم، من فقط برا خونه داری، برا غذا درست کردن، برا این کارا فقط میخوام، برا این که بخوام بیام باهاش هم بستر بشم نه. گفت به خدا من اینا رو میشناسم، اینا کسانی هستن که آدم، چون که پدرش برادر زنمومو کشته بود. خب مامانم همیشه میگفت من دیدم اون لحظه‌ای که این پدرش اون آقا رو کشت، میگو من دیدم، میگو به خاطر این دوست ندارم بری اینو بگیری، که همینطوری هم سرم اومد. کاش ای کاش چیز کرده بودم، این کارو نکرده بودم، همه زندگیم نمیرفت. سلام من الان نه. آی گیر دادم بهش. لیدا بهش گیر دادم. نه و هر شب میان دیگه، اینا میان چیز میکنن تو اون پارکه که روبروش بکنم هتله یا چیزه هتله، زنگ میزنم میگن این دوباره اومده توی اینجا. نمیدونم بیچاره لایو گذاشت، فکر میکنن که نمیدونم مثلا میگم چه کار است اینا. بعد بابا این اصلا بنده خدا داره لایو میذاره TS دیگه، چی کار داره؟ به کی آزاری میرسونه؟ تو یه پارک داره لایو میذاره. خب حریم دیگه کسی رو خب نشکسته که. بچه‌ها فکر نکنی بچه‌ها الان نیست میخوام پشت سرش حرف بزنم، نه، ولی سعیده واقعا در خطره، توی منطقه خطرناک آره و خفت خیز، یک سره تو خیابونه، اونم نصف شب. خب طبیعیه که خفت بشه، خیلی طبیعیه. دقیقاً آبجی. انشالله خدا براش درست کنه. اوکی دوستان عزیز، تا سعیده برمیگرده چیز کنید، یه آقایی که نتش خوبه کامنت بذاره بیارمش، بین ما 3 تا خانما یه آقام باشه خوبه. فرهاد کجاست؟ خب بذار برای فرهاد. شما هم همین مورد داشتید خانم هلن، می‌خواستن دامادتون کنن؟ آره دقیقاً. برای دختر داییم که از کوچیکی باش خواهر بزرگ شده بودن، بعد میخواستن خواستگاری برن و اینا. بعد من موضوع رو با مامانم در میان گذاشتم، گفتم من اصلا هیچ حسی ندارم. گفت چی میگی؟ گفتم این چه احساس مردی نه، چی کار داریم میکنیم با من؟ بعد مامانم این موضوع رو با بابام در میون گذاشت و بعد من که اومدم خونه، بابام دیگه قیامت و جهنمی به پا کرد. آبجی من پام کلا سوختگی شدید. بعدش هم که منو زندونی کردن که میخواستن شب سوار موتورسیکلت بکنن، دست و پامو ببندن، از دره پرت کنن پایین، بگن تصادف کرده مرده، با موتور مرده. چند و من سالته؟ خدا رو شکر خواهرم نجاتم داد، یعنی یه تیکه طلا داد و مدارکم گفت فقط فرار کن. و چقدر خانواده‌ام پشتبندی که من فرار کردم، چقدر اونا کتک خوردن و چقدر تو محدودیت قرار گرفتن تا من تونستم کارای پزشکی رو انجام بدم اینا و مجوزم رو گرفتم. ولی خب اصلا دوست ندارم چنچو اینا رو انجام بدم. هدفم رفتن کلا. چند سالته الان؟ من الان آبجیشو نمیتونم دروغ بگم، من الان تقریبا 33 سالم. با چیکار میکنید شما اینقدر خوب موندید کثافتا؟ نه عزیزم تو هم خوب موندی، تو نه پرنسس مایی. نه منظور که نمیخوره بهت، با لیدا بهش میخوره 33 باشه. نه راست میگه، نه 27 28 بیشتر بهت نمیخوره. نه وای 27 مرسی عشقم. نه 27 چیه، 23 24 صورتش بیبیه بدون آرایش و بدون هیچ کاری. نه مرسی. نهایت گفتم نهایتش 27 28، وگرنه 26 هم بهت میخوره.
ولی از نظر مرسی من بهش میخوره 23 24 چون بیبی صورتش. مرسی. خب اون که سعیده اومد. دوستان عزیز کسایی که خارج از کشور هستن میتونن برای من هدیه بدنن. بعد لایو هم اوکی شده. مرسی لطف میکنید. خب که اینطور چرا واقعا خیلی ترنس ها اذیت میشن. نه هم اول میخوان که همه رو دامادشون کنن. دقیقاً. سلام. چی شد دختر؟ اما از کلانتری بودن. خب چی گفتن؟ گفت تو باز زنگ زدی؟ گفتم نه من زنگ نزدم. گفت یه نفر زنگ زده. گفتم من نبودم. شاید به خاطر میگم همون هتلی که روبرو اونجاست هستن گفتن دوباره این آقاه اومده. نه داد زد بهش گفت قطع کن. چی گفت قطع کن؟ گفت تو باز دوباره زنگ زد. عصبانی شده بود. گفتم نه من نبودم. مرسی خانم سارا جون. مرسی عشقم. دست درد نکنه. بچ خریدی دستتون درد نکنه. خب اوکی. آره نگاه جانم. این همین هتل داره زنگ زده بوده. هتل داره گفته سر صدا میده. آره هتل داره زنگ زده. گفتم من نزده بودم. اینجا نمیشه دیگه بیه. اون برم ترا خاموشه. حالا میرم اون سم. آره برون. هلن این جریانی که میگی فرار کردی میخواستن به زن بگیرن چند سالت بود؟ 23 24 بودی؟ نه آبجی من تقریبا 20 اینا میشدم. 20 بودن. خیلی بده. من فقط این چیزی رو باید بگم. من چون تو مدرسه رقص میرقصیدم بعد با دخترها بیشتر بازی میکردم. حالا لیلی بازی خاله بازی اینا با آبجیان. بعد داداشام خب میزدن من رو و مثلا میگفتن با دخترها بازی نکن چی و فلان. گفت این چرا اینجوری دخترونه میشه زیر ابرو برمیداره مثلا کرم صدافتان. میگه اون هتل داره زنگ زده بوده. گفتم حالا من یه سوالی دارم. آره. لیدا جون شما فکر کنم بتونید این سوال منو جواب بدید. با این همه سختیایی که دو جنس‌ها دارن به چه امیدی زندگی کنید؟ اینا سوال کن. میگه دروغ میگی. میگم اینو سوال کن. تو لایو هستن. آره میگه دروغ میگی. میگم نه بابا این هتل داره زنگ زده. میگه اینجا گیر میده دیگه. زنگ میزنه اذیت میکنه. خب عشقم آرمین شیراز 2024 پیج این اسلام میخواد. خیلی برام سواله چه جایی میگه بهش گفتیم تذکر میدیم بهش. میگه بهش گفتیم تذکر میدیم که نیاد. حالا اون هتل چقدر دیگه بیچاره است که به این گیر داده. چیکار داری؟ میدونی که دو جنس هست. بابا وقتی آدم میبینی وقتی آدم بعد میگن مثلا تو سویت خودت تو هتل دارا گیر میدن. بابا اینجا همین طوریه. بعضیا خیلی بدن. من خواستم این سوال از ملکه بپرسم. ملکه با این همه مشکلاتی که ببخشید آی ظاهرا آریان تو فکر مشکل ما مشکلاتی که من دارم ماها داریم. اون هیچ مشکلی نداره. گوشش خوابه. نه مشکل مسکن نه مشکل غذا نه مشکل پول. هیچی نداره. بعد میاد یکی مثل ماها رو قضاوت میکنه. یکی مثل منو که اینجا غریب هستم. تو داری غریب کشی میکنی. خیلی از این مشهدی ها همه عالی خوبن. با من خوب رفتار میکنن. ولی تو با این رفتارت که هر شب به من گیر میدی تو داری غریب کشی میکنی. تو گوشت خوابه. میگه سواره از پیاده خبر نداره. سیرم از گرسنه خبر نداره. نه تو از کسی که پیاده هست خبر داری نه شکمت هم همیشه پره. از کسی که گرسنه هست خبر نداری که میگی این دروغ میگه. نمیره دنبال نظری. میخواد مردم رو گول بزنه. چون که سرت نیومده. اگه سرت اومده بود، اگه وضعیت منو کشیده بودی، اگه آوارگی منو بیچارگی منو دربدری منو کشیده بودی این حرفا رو بهم نمیزدی. مرسی. اوکی سعید لیدا میخواد صحبت کنه. لیدا اندازه یک سخنران حرف میزن. اندازه رادیویی بیگانه. بل 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 بل. یک کم نفس هم بکش.
3 بار از من آریان سوال پرسید نذاشتی من جواب بدم. خیلی پرچونه ای. بگو آریان بگو. گفتم لیدا جون الان ما 4 تا دو جنسه توی یه قاب هستیم، هممونم مشکلات مشترک داریم، هممونم. حالا تو منو هلن جون میخواستن زن بدن فرار کردیم، شما 2 تا ازدواج کردید گیر افتادید. بعد مشکلاتی که میخواستن زن بدن، میخواستن ما رو از بین ببرن، بزنن، خفتمون کنن، حالا اینا همه مشکلات ماست. به چه امیدی زندگی کنیم؟ با چی خودمون رو گول بزنیم که کنار بیاییم با این مشکلات؟ آریان جون ببین، ترنسای عزیز همه مشکلات دارن، من قبول دارم. همونطور که هلن عزیز که خانواده‌اش حتی می‌خواستن بکشن، اتفاقی که برای منم پیش اومد، برای خیلی هم پیش میاد. خب اما چیزی که وضعیت ما رو خطرناکتر میکنه اینه که خودمون مراعات نمی‌کنیم. ببین علی سعیده هر شب داره خودشو به خطر مرگ میندازه، تو کوچه ها، خیابون ها، نصف شب بیرون. خب یه سری چیزات خودمون داریم خودمون رو به خطر میندازیم. مثلا تو الان ببینی بچه، چون خودش هست دارم میگم، من نباش چپم نچیزی، دارم به خودش میگم، تویی که تیپت مردونه است، حالا که شب اومدی بیرون دیگه نباید دلبری و تنازی کنی، مثل یک مرد برو بیرون. من افتخار میکنم که با همین تیپ مردونم همه بهترین پسران میگم. من افتخار میکنم با همین تیپ پسرونم و مردونم بهترین پسرا که تو آرزوشون داری میان سمت من، فهمیدی؟ ولی من نیومدم پسرا رو گول بزنم، من نیومدم چردم و زنونه کنم، 2 تا پستون پلاستیکی بزنم، بچه ها رو گول بزنم سمت خودم، بگم بیونده به هوا این پستونم بکشم سمت خودم. از شخصیت معلومه چقدر بی سر و پایی که هم پشت سرم گوخوری میکردی همینجا. دهن تو ببن، من دارم یه چیز دیگه میگم، جواب آریان رو میدم. هر وقت گفتن ان بگو من، هر وقت گفتن ان بگو من، دارم با آریان حرف میزنم. اوکی. تو رو خدا مثال اینو نزن لیدا، یکی دیگر رو بگو، اسم نیار. لیدا سعید میشه سکوت کنی؟ لیدا میخواد صحبت کنه. نمیتونه، دهنش مثل چای فاضلاب بازه. ببند صدا تو، من دارم با آریان حرف میزنم. سعید سکوت کن بگو. خب از اول بگم باز میپره تو حرفم، من داشتم حرف میزدم. نه اصلا اسم کسی رو نیار، نگو آریان، نگو ولش کن، بگو. من آوردم اینجا کنار منه، اینجا کنار منه، اگه اسم آوردم منو در نظر، خودتو در نظر بگیر، منو در نظر نگیر. خب ببند اون چاه توالتو، ببند چاه توالتو، ببند. گیر به من دادی برای چی؟ گیر برای من دادی برای چی؟ قیافم پسرونه، قیافم مردونه، ولی همه پسرها برام میرینن. آدمی که آره برات میرینن، بهترین پسرها بهترین خفگیرا میان سمتت، احمق. واسه دارم حرف میزنم. سعید سکوت رعایت کن. خانم لیدا تو هر چی میخوای بگی اسم نیار، بگو عشقم. آریان میشه بفهمونی تو حرفای من نپره، صدام بلند میشه، همسایه‌ها بیدار میشن. اوکی سعید، وقتی لیدا صحبت میکنه اجازه بده حرفاش تموم شد بعد نظرتو بده. ببخشید. آره درتو بذار حرف من تموم شد تو باز تا صبح زیر بده. اوکی بگو لیدا. چی داشتم میگفتم؟ آها آریان جون، همه ترنس‌ها سختی‌های خودشونو دارن، اما چیزی که کارو سخت‌تر میکنه اینه که خودشون برای خودشون مشکل میتراشن. اوکی؟ من اگه مثالی میزنم به خودش میگیرم، میگم اصلا ترنس‌های دیگه، اونایی که حداقل مثل من سینه نذاشتن و پسرونن، حداقل اگه مجبورن نصف شبا تو خیابون را بیفتن، حداقل تنازی و دلبریشون رو کم کنن، مثل تیپ یک مرد سنگین برن بیرون که براشون اتفاقی نیفته. تموم شد و رفت. نه هلن حرف بعدی میزنم. هلن حرف بعدی زدم، بگو بعد گفتم. نه موافقم. هلن ببخشید ناراحت نشی، ولی نیمروخت مثل این موات یک طرفه کردی، اینجوری مثل این کسایی که کفتر دارن که تو پشت بوشون کفتر بازی میکنن. یکم زنونه باش دختر.
آره بده فرق باز کنش هم فرقت قشنگتره. آره آریان گیجش نکن هلن جون، اگه باز این بغل دستی به خودش نگیره، هلن 10 بار میگم هلن 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 هلن، سعیده نه هلن. هلن جان موهاتو دو طرفه بریز. خب این طرف موهاتو بده پشت گوشت، گوش کن به حرف من. آفرین خیلی قشنگ شد. تمام. اصلا لیدا ملکه تو نفهمیدی من چی گفتم. من گفتم که همه ما 4 تا یه زندگی مشترک داشتیم، همه میخواستن ما رو زن بدن، خانواده ها میخواستن ما رو ببخشید بکشن، حالا هر چیزی. میگم با این همه چیزایی که تو ذهن ما مونده، بدبختی که داریم، به چه امیدی زندگی کنیم؟ با چی خودمون رو گول بزنیم بگیم اوکی اینو به جای این جایگزین کنیم؟ اینو میگم. سوالت اشتباه آریان. میگی ما چجوری خودمون رو گول بزنیم، به چه امیدی زندگی کنیم. خب آدمیزاد تو هر شرایطی که هست، با هر گرایشی که هست، باید امید به زندگی داشته باشه و قرار نیست ما خودمون رو گول بزنیم. ما به جای اینکه خودمون رو گول بزنیم، باید خودمون رو حداقل از خطر بیشتر دور کنیم. میدونی چی میگم آریان جون؟ الان بعضیا میگفتن که برای ترنسا کار نیست، به ترنسا کار نمیدن. این یه دروغ بزرگه. الان همین سعیده داره میره سر کار، اینم میتونست بگه به من کار نمیدن. پس کار هست اگر ما میخوایم. ببین آریان جون، من دوستای زیادی دارم که 2 تاشون رو از نزدیک میشناسم، 2 تاشون توی هتل کار میکنن، هتلایی که آنچنانیه و هتل هم بیش از 50 تا دوربین داره. خب یک اشوه ریز نمیام تو محل کارشون، کاملا مردونم. بله امری داشتین، اتاق شماره 420، خواهش میکنم امری بود، خبر بدیم، ما در خدمتون هستیم، خوش اومدید، بفرمایید. کاملا سنگین دارن کار میکنن. اگر ترنسه میخواد اشوه‌گری کنه، زمانی که ساعت کاریش تموم شد مردونه میاد بیرون، میره خونه، لباسای زنونش رو میپوشه، آرایشش رو میکنه، میزنه بیرون و این درسته. اوکی؟ لزومی نداره تو محل کار من بیام رژ بزنم، با مسافرها و مشتریام هم لاس بزنم. خب معلومه عذر منو میخوان. اوکی؟ ما اگه خودمون مراعات کنیم، رعایت کنیم، الان مگه من زندگی نمیکنم؟ مگه من یک ترنس نیستم؟ به قول ایشون مگه 2 تا سینه نذاشتم؟ چرا پس من این مشکلاتو ندارم؟ چون لوندی نمی کنم، چون دلبری نمی کنم. تو خیابون یه پسری گفت چطوری خوشگله، بگم جون جون نگه دار، سوارم کن، بده دهنم بخورم برات. نمیگم. منم اگه این کارو بکنم به خطر میافتم. شما هلن موافقی با حرف ملکه؟ آره موافقم. خودم و همینجوری هم کلا، یعنی من با این شمال نیستم، من تا موها رو میبندم و تیپ سنگین و خیلی توناژ صدا رو، چون واقعا تو این محیط و تو همچین کشور ایران دارم زندگی میکنم و تو شهر مشهد من خودم هم شاغل هستم و میگم دیگه کلا سینه‌هامو تاپ میزنم و تیپ سنگین بدون کوچیکترین آرایشی. و خیلی هم معذرت میخوام، ببخشید من قصد توهین ندارم، برارم صحبت میکنم. جان داداش فدات شم، اینا این قیمت، اینا این قیمته. آفرین. من موافقم. حرف من همینه آریان، اینم نمونش. آفرین هلن جان، اگر شما یا من نوعی شما داری کار میکنی، اگه بری به مشتریات بگی جونم خواهش میکنم، روز دو اصلا همون ساعت اول عذر منو میخوان، میگم بفرما برو. آفرین. من خدا رو شکر تا حالا هر جا رفتم کار کردم، من تا حالا هر جا رفتم کار کردم 2 سال توی هتل بودم، خانم مدیر هتل بود. روز اول نه روز 5 بهم گفت تو ترنسی. گفتم از کجا فهمیدی؟ گفت از روحیه لطیفت مشخصه، از طرز صحبت کردن مشخصه. گفتم آره. گفت تو محل کار من خطایی نکن، بیرون از اینجا برا خودت. تو هتل نبینم شماره به کسی بدی، شماره بگیری. اینجا همه تو اتاقا پسر هستن، نبینم با پسرها اوکی بشی. 2 سال من اونجا بودم. یه پسره بود همون اوایل میخواست با من به زور به من چیز کنه. من بهش رفتم گفتم خانم فلان، گفتم این پسره هر شب میخواد به من گیر بده، به من اونو به انداخت بیرون، اون پسره رو انداخت بیرون. گفت هر کی خواست اذیتت کنه میدونست من وضعیتم چطوریه، هوام داشت. ولی الان هر جای دیگه برم طرف میگه نمیتونی برو. وقتی میرم توی اتاق 5 تا 6 تا 7 تا پسرن، من که نمیتونم از پس 6 7 تاشون بر بیام.
میگه میتونی بمون، نمیتونی هم برو به سلامت. من نمیتونم به خاطر تو بیام همه نیروهامو بیرون کنم. اونا هم همه برای این اطراف هستن، روستایی هستن، تازه اومدن، 18 19 ساله 20 ساله هستن، خاناخواه میخوان به آدم تجاوز کنن. من 2 سال تو اون هتل بودم تا روزی که قرارداد داشت، گارنتی داشت، من اونجا خواست. روز آخرم گفت بهترین نیروی من تو بودی. یعنی تو طول عمرم که اینقدر هتل داشتم هیچ کس مثل تو از لحاظ زبون و اخلاق و معرفت و اینقدرم به هم انعام میدادم. من گفتم چندین بارم، گفتم به خدا اینقدر انعام، 4 میلیون حقوقم بود ولی 10 میلیون میدیدی انعام گیرم میومد. بعد از اون دیگه رفتم تو این هتل، تو اون هتل، تو اون هتل، دیدم اذیت میشم یا چند نفر هستن بو میده، عرق میدن، اینطوری منم بر نمیداشت دلم. اومدم تو این سویته، 2 سال تو این سویته هستم، حقوقم پایینه ولی یه اتاق دستم بوده خدا رو شکر. 3-4 ماه هم تو زمستون که کار نیست، مسافر نیست، میگه برو جای دیگه کار کن که یه حقوق برای خودت داشته باشی. یعنی 9 و 10 و 11 3 ماه من میرم برای خودم بیرون کار میکنم. خب خلاصه کن دیگه. اینطوری هست که من تا حالا با اینکه 5 سال کارگرم، اونطوری که اینشون داره میگه مثلا لبندی میکنی و فلان، هر جا رفتم منو خواستن، منو روز چشمشون. من مگه 2 سال اینجا نیستم؟ امسال سال 3مه. اگه درست نبودم، اگه هر دقیقه میخواستم یه پسری رو ببرم اونجا که منو بگاه یا مثلا اونجا رو بکنم جنده خونه، منو نگه میداشت. به خدا درست نمیشد، منو فتح میکرد بیرون. میگفت اینجا سویته، اینجا هتل آپارتمان، اینجا که جنده خونه نیست. یا با مسافرها اوکی میشدم طرف، یا با مسافرها اوکی میشدم میگه برو به سلامت، تو اومدی اینجا کار کنی یا اومدی مثلا بری تو اتاق مسافرها بهشون اوکی بشی. اوکی سعید سکوت رعایت کن، نوبت لیدا. آدمو دیوانه میکنه بابا. صحبت کن 30 ثانیه ساکت شو دیگه. الان ببین آریان جون، من نمونه بارزش الان گفتم هلن جونم تایید کرد. خب من دروغ میگم، هلن جون پس با هم گفت دروغه دیگه. خب هلن جونم داره بیرون کار میکنه، برارو میکنه. آفرین، خیلی ازت خوشم اومد. اگر شما یه بار دیگه میپرسم هلن جون، طرف مشتری بگه این چنده، بگی خواهش میکنم، آخ ممه هم خیسه، خب همونجا میگارد دیگه. بعدش هم میدادن بیرون. حتما تو اینطوری هستی وگرنه هر کسی اینطوری. این احمقو بگو دهنشو ببنده. من دارم با شما و هلن جون حرف میزنم، ببنده دهنشو، به خودش هم نگیره. سعید با شما نیست، میشه رعایت کنی؟ سبک مغز، پرچونه پر حرف. بفهم، من ادامه بده. 20 بار تو حرف. ببین اصلا این کلیه، من به سعیده نیستم. کسی که تو حرف کسی میپره و طولانی حرف میزنه آدم بی شخصیته. کل دنیا اینو میدونن. پس حرفاتو مختصر و مفید کن، مثل سبک مغزا نکن. شخصیت خودتون بریز زیر سوال. یک بار دیگه هلن جون ببخشی این تو حرفام میپره، من عذر میخوام که این تو حرفام میپره دیگه. هر چی میگیم به خودش میگیره. من دارم با هلن حرف میزنم، درازگوش سبک مغز. حالا اونم منظوری نداره لیدا جون، اونم منظوری نداره. بی‌ادبه. هلن جون گوش کن. 20 بار تو حرفام پرید. من این الان یعنی چی؟ شما داری عبز 20 بار من بپرم تو حرفت، عصبی نمیشی؟ ناراحت نمیشی؟ ناراحت میشی دیگه. بفرمایید ادامه بدید. خب سعید برای 5مین بار آریان برای 5مین بار میخوام حرف بزنم، این احمق نمیذاره. مثلا میخوام من حرف نزنم؟ نه بفرمایید عشقم، ادامه بدید. چرا بهش یاد نمیدی، هشدار نمیدی که تو حرفا نپره؟ یه هشدار برای کبرا 11. سعید ملکه اجازه بدید لیدا اجازه بده ملکه صحبت کنه عشقم. حرفش تموم شد بعد تو صحبت کن. بفرمایید. اون کبرا 11 فیلم بود، ایشون صغرا 13. اوکی. چقدر زشته آریان، هیچ چیزی اینقدر منو به هم نمیرزه که یه آدم بپره تو حرفام، بعد هر حرفی میزنم به خودش ربط بده و به من توهین کنه. یه آدم بی شخصیتیه. بگو عشقم. خب چی داشتم میگفتم؟ 5 بار پرید تو حرفم.
ما داشتی میگفتی که ترنسا کلا مثلا تیپای سنگین بزنن بعد تابلو بازی در نیارن. منظور حرفت کلی بود، حالا سعید تفلک چیز به کرد. خودش میگیره، به خودت نگیر. عیب نداره یک بار عزیزم. دیگه حالا جان بگو. هلن جان چرا شما بی شخصیت نیستی؟ تو حرفام نمیپری؟ شما هم بپر دیگه. اگه کار قشنگی تو هم بپر، داد بزن. نه عزیزم، زشته نه. دیگه عزیزم، تعارف که نداریم. زشت نیست این کار. چرا ادامه نمیدید دیگه؟ بعد تمومش کنید دیگه. ملکه حرف تو بزن. مقصر اصلی آریان جون هستن که ایشون رو توجیه نمیکنن که تو حرفای من نپرن. من بدم میاد کسی تو حرفم بپره. نه بحث اینه که خیلی دارید همه چی رو جدی میکنید. حالا چیز بزرگی نیست یکی وسط حرف یکی پرید. آریان یک بار دوبار که نیست که 150 بار پریده تو حرفم. اینو بهش یاد بده. زشته دیگه. سعیده بذار لیدا ملکه حرفشو بزن تموم شد، تو حرف بزن. با شما هم نیست هر چی میگه بگو. بابا آدم روانی میشه با اینجا آدما لایف تو لایف میشه. مغزم درد میگیره. اگر سعیده اجازه میده من شروع کنم، من ادامه حرفمو بزنم. اگرم نمیذاره که هیچ. بفرمایید. یه بار دیگه هلن عزیز که اسمتون سعیده نیست، هلنه. خب یک بار دیگه میگم، البته 3 بار گفتم پرید تو حرفم. نظر شما چیه؟ آدم تو محل کارش لوندی کنه و تابلو بازی در بیاره یا سنگین باشه؟ نظرتون رو بگید. اصلا ببین محل کار لیدا جون تنها محل کار نیست. خب شما محیطی هم که زندگی میکنی. من چون تو بافت قدیم مشهد مثلا مثل خواجه ربیع، ساختمون و سیدی خونه داشتن کاملا تیپ سنگین بدون کوچکترین آرایشی، موها تو کلاد، اصلا جرف بازی هیچی. واقعا دارم میگم باید سنگین باشه یه ترنس. آفرین. با تیپ سنگین بزنی حفظ بشی، وگرنه اذیت میشه خود طرف. خدا خیرت بده. حرف من همینه، تموم شد و رفت. من دیگه حرفی ندارم. زود میپره خودشو پاره میکنه، ما رو میخواد جر بده. چه خبرته؟ ما داریم در باره کل ترنسا حرف میزنیم، نه در مورد تو که آسمون پاره شده تو افتادی پایین، فقط تو یه نفری. بفرمایید. ایشون عشق حرف زدن دارن، حرف بزنن. حالا من برم خوردنی بیارم. یه نفر نوشته این یعنی دیشب شمشیر خورده که اومده امشب اینجا بی خیال نشسته. آره اومدم، حوصلم سر میره، تنها هستم تو خونه، کسی رو ندارم باهاش صحبت کنم، مجبورم. دوست دارم بچه ها رو دوست دارم، اینقدر بهم محبت کردن. امروز 1000 نفر بهم دایرکت دادن. دوست داشتم بیام باز دوباره تو لایو از همه تشکر کنم. مگه جای تو رو گرفتم که دیشب شمشیر خوردم حالا اومدم تو لایو؟ دوست دارم بیام. نه از کسی میخوام اجازه از شما اجازه بگم. اونایی که منو دوست دارن، منو میخوان، دوست دارم من بیام تو لایو. به کسی ربطی نداره که چرا دیشب شمشیر خوردم اومدم یا نیومدم. ما گرگ بارون دیده هستیم. ما انقدر سختیات تو زندگیمون کشیدیم که این شمشیر دیشبی برامون هیچ چیزی نیست. انقدر من تو زندگیم از همون بچگی تو سری خوردم، کتک خوردم، از داداش کوچیکترم، از داداش بزرگترم، از پدرم، از خانواده‌ام، از غریبه ها، که دیگه اینا برامون عادی شده. شماها سختی نکشیدین تا درک کنین کسی که سختی کشیده و سختی دیده. چی بهش میگه؟ شما شغل چی بود هلن خانم؟ من تو بوتیک کار میکنم آبجی، لباس فروشی. من شغلای مختلف رو انجام دادم، یعنی همونطور که سگه میگه تو هتلم کار کردم، سالندار رستوران یا همون گارسونش بگیم بودم من، کافی شاپش کار کردم من، کمک ریسپشن کار کردم من، و عاشق فروشندگی هم آبجی. واقعا میگم دوست دارم، مثلا لذت میبرم از این کار. نمیدونم نظرات مختلفه، هر کی ایده ای میده، ولی من فروشندم. بازاریابی هم راستی کار کردم. بازاریابی کار کردی. بعد عمل زیبایی هیچی نداری؟ سینه، هورمون اینا؟ نه هیچ. نگاه کن. خیلی آره خیلی سخت. حالا که کلا زیبایی بدون هیچ آرایش و فیلتری، ولی چقدر سخته میدونی؟ روحت زنونه باشه، جسمت پسرونه، به خاطر نون شبت
باید فیلم بازی کنی. دقیقاً خیلی سخته خواهر، واقعا سخته. بعد اینا سختی، خانواده‌ام ولت کنن، تو جامعه هم اذیتت کنن. حالا باز خوبه تو یه خونه ای داری، چوباژات معلومه قدیمیه ولی مثلا آره این بیچاره سعیده که هر شب تو خیابوناست، تو یه سویت میشینه اونجا، بس که پسر برد انداختنش بیرون. نه بابا، همونجا کار میکنم، سرای دارم، ولی خب یکی اونجا آنتن نمیده، یکی هم بهم گفته مثلا لایو اینا نرو، اینجا مسافرن میخوان استراحت کنن، به خاطر شبا میری تو لایو مسافرها چیز میکنن، اعتراض میکنن. ولی اگه دیگه وایپا بگیرم بهش میگم من نمیتونم برم بیرون، حالا شاید 1 ماه 2 ماه دیگه بتونم، بعد شبا سرد میشه نمیشه که بری بیرون، نهایتا 2 ماه دیگه میشه بیرون باشی، بعدش دیگه باید تو خونه باشم. اگه اونجا قبول نکرد دیگه مجبورم بگردم جای دیگه دنبال کار دیگه. جانم لیدا. وگرنه من تو این 2 ماهی که شوهرم ولم کرده رفته، به همین ازون که الان دارن میگن فقط 1 نفر رو بردم تو خونم، پسره میخواست با هم اوکی بشه، 1 بار رابطه داشتم باهاش، فقط 1 بار. میگم به همین ازون که باور کنید. حالا بگذارم که جای دیگه مثلا بردنم و اینا، ولی 1 بار تو این خونه رابطه برقرار کردم با یه پسر. حالا شاید جای دیگه هم مثلا با کسی دیگه منو بردن، ولی تو خونه خودم نبوده، جای دیگه بوده. و اونجا که خونه خودت بوده شوهرت بوده، حلالت بوده. اون دیگه به شوهرم کاری نداره، میدونه که من و شوهرم هستیم، اصلا کار نداره. وقتی هم ما تو خونه هستیم اصلا نمیاد، وقتی نباشه مثلا خودش روزی چند بار میاد در رو باز میکنه میاد داخل، ولی وقتی شوهرم هست خودش میدونه، حالا یا در میزنه یا مثلا نمیاد، کلا وقتی شبا اون کنارم باشه نمیاد. 2 ماه است که رفته من با کسی رابطه برقرار نکردم. آریان جون من ادامه حرفام تو که تموم کردی. من اونجا که حرف زدم نصف حرفمو جر داد، دعوا رو انداخت، نصف دیگه‌اش یادم اومد. الان هر موقع 1 ساعت و 40 دقیقه دیگه حرفاش تموم شد بگو ما هم حرف بزنیم. اوی بیچاره که تازه شروع کرده بود، سکوت کرده بود. لیدا تو هم بهونه میگیری به خدا. یک دلیلش که میگم ما رو با هم نیار اینه که من حرف میزنم به خودش میگیره، به من میپره، نمیتونیم حرفمون کامل بزنیم. ببین آریان یه قضیه پرسیدی میخوام کاملش کنم. من 1 دقیقه حرف میزنم دیگه دهنمو میبندم تا 2 ساعت این حرف بزنه. خب من در مورد ترنسای دیگه بجز ایشون دارم میگم، بجز ایشون به ایشون کار ندارم. ببین اینی که خیلی از ترنسا میگن برای ما کار نیست و توجیه میارن که تن فروشی کنن و خودشونو بفروشن، بدنشونو بفروشن، برن تو ماشین برای این بخورن به اون بدن، ببخشید اینجا میگم. خب من اینو به شدت رد میکنم، به شدت. اگر اینجوری بود خب منم 17 تازه شده بودم، فکر کنم 18 رفتم سربازی، بین 500 تا سرباز، و تو 2 سال هیچکی نفهمید من اسم دخترون است. پس اگه ما ترنسا بخوایم خودمون رو حفظ کنیم و سبک بازی در نیاریم، میتونیم دیگه وحشتناکتر از این که بین 500 تا سرباز کف کرده خدمت کنی و کسی پی نبره که تو حس دخترونه است. ببین پس ما میتونیم خودمون رو کنترل کنیم. چند تا از دوستام تو هتل دارن کار میکنن، لباس مردانه، تیپ مردونه، و هیچ کی هنوز نفهمیده تو محل کارش که اینا ترنسن. پس اینا بهانه است و تمام. یه چیزی بگم با احترامی که برای ملکه دارم و به هلنا دارم، ولی تو اینجا با سعیده موافقم. سعیده گفتش من رفتم، زنه فهمید، گفتش تو ترنسی، گفتش این پرسید چرا، گفت اصلا نشون میده تو ذاتته. ببینید سعیده، بله سعیده جون، هورمونای زنونش اگر هورمون بخواد 100 باشه این 1000، نمیتونه پنهان کنه. هر چقدرم که مردونه بره، هر چقدرم که بخواد نقش بازی کنه، تو ذاتشه که یک زن کامله ملکه. ولی تو مرد بودی به نظر من. بله و تو و هلن مشخصه که 2 تا مرد کاملید. بله که چی؟ بله خاصیت ترنس زن همینه، بدنش کاملا مردونه است.
اون که خودت نگی دیگران بفهمه، اون که خودت نگی دیگران بفهمن دیگه مشخصه که دیگران دارن آریان بدونه که تو صحبت کرده باشی بهت میگن تو ترنسی، بدونی که من حرفی زده باشم. من گفتم کلی حرف زدم، شما مثال تو این زدی، من اصلا کاری به ایشون ندارم، من دارم در مورد همه ترنس های جهان میگم. اوکی؟ منم